ماشین خوشروی بوده است لیکن متاسفانه یک درد دارد این نمیشه. حالا شوکت چه حال داری؟ حالی ما از تو وابسته است. چی کار داری؟ چرا چی کار دارم؟ برادر من شوکتم برادرم با شخصی که پگاه توی دارد با من ماشین عروسی وعده دادی چی شد؟ ای خدا شوکت این کار حل است فکر کن که این ماشین رو من گرفتم خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشود؟ نه شوکت مثل کودکان گپ نزن برادر. ماشین در دست من است وعده دادم و وعده‌ام وفا میکنم. چی با من باور نمیکنی؟ پرسیدن عیب است لیکن ماشین رو از کدام رفیقت میگیری؟ پرسیدن عیب که باشه چرا میپرسی شوکت؟ ای خدا رفیقم رو نمیشناسی از پای کارهای خودت شب جوره جون وای بچه خوب است وعده داد وفا میکند خاطر نشو ها؟ شوکت رفیقم با ماشین خودش آمد. اگر ماشین رو ببینی جوره دهانت آب میکشاید. ماشین خوشروی ترین عروس داماد از آن خودت میشود خاطر نشو. ای جوره باز شرمندم نکنی؟ ای آهسته و احساسات داده نشو جوره. خیر مالش حالا باشد من ماشین رو میگیرم و پگاه در توی با میخوریم. میگویند که سالها گذرد هم چشم دیگر نمیشده است. در حقیقت چشمان دیگر نشده است. خودت هم دیگر نشده ای. شام بخیر. حیات بسیار عجیب میباشد که ما رو با مرور زمان دوباره باز به هم واخورند. میبخشید ما با هم شناسیم. ایده تو چه باقا نشناختی؟ خدا چه گپ است؟ ایده گفتید میبخشید شما مرا با کسی مانند کردید. نه اینطور نیست. یک چیز میپرسم تو در پاریس در دانشگاه ملی میخوندی؟ نه دانشگاه سوین رو ختم کردم. ما رو ببخش که خطا کردم در نزد تو شرمنده شدم و فکر من دیگر برای تو نگاه کردن نمیتوانم. آدمان رو خدا جفت می آفرد. انا به همین شب باوری پیدا کردم. در حقیقت با برنامه مانندی داری. با برنامه؟ همه پیش ایلا گفتید کو؟ ها نام دختر ایلا بود لیکن خودش رو برنامه گفت. یک دختر عجیب بود. مالش استراحت خوش من میروم. تشکر زیاد. بخشش در چشمانتون لینزه مانده؟ نه این چشمانی خودم. اوه رنگش کبوت زیبا بوده است. کجای چشمانم کبوت است؟ پایانش استراحتی خوش. برادر یک پیاله چای ریز. الو نشینی ایستادم. در چشمانت لیزه مانده یا نه؟ کاری شما نباشد. و بیرون برایم زنگ بزنم. برای زنگ زدم و بیرون میبرایم. سلیما برای تو. شام بخیر. نگاه کن موی لبا سپیده است. این که باشد
چی دارد خدا جان و همیان نگاه کن تماما خالی است. این چی نمود بایگری می باشد، فقط کارت دارد و خلاص. در دکانهای ما کارت را قبول نمی کنند. این را بین، مردم دوز را در کیسه خود گرفته است لیکن خبر ندارد. این کار نیست که شما خاطر شوید. پروا نکنید، کمتر پس طریق کامراها ماشینتون پیدا می شود. آقای پلیس، شما مرا نفهمیدید. من فکر ماشین را نه، فکر آن مرد را کرده ایستادم. کامراها را از نظر گذراندید؟ بله، با کامپیوتر شما فرستادم. پس برای چی خبر نمیدهید؟ کالتکلوس! با دقت کارمندان BDR رسانیده می شود. رقم ماشین 34 شهر 8532 می باشد. دوست کالتکلوس است. چطور فهمیدم؟ حالا شبکت از جوره هم ماشین را گرفتم و اگر تو آن را ببینی هوشت میره. اینجا تنبه بوده است، بدتر زنگ میزن. کالتکلوس! کالتکلوس را پیدا کردم. زود رفتیم. کالتکلوس را پیدا کردند. حول او را تعقیب دارند. خواطر نباشید جناب. ماشینتون را 2 دقیقه پس به شما میسپاریم. آن آدم را دیدن میخواهم. فهمیدید؟ ماشین ها را آماده سازید. زود باشید. راه شوید. 38-11 به یک طرف گذار. 38-11 به یک طرف گذار. ببینه ساعت 3 شده است. بسیار خوب کردم. باشه امروز توی است. اکا کجا شدی؟ منو شرمنده نکنی. الو جورا جان، الو جورا جان، جواب ده. التماس بگو دیر نکنی. در هیجان میبوشم، شبانه خوب نکردم. برادر کجا شدی؟ الو خواطر نشو شبکت. گفتم میایم، البته میایم. میدونم خواطر نباش عزیزی برادر. در ساعتی گفتگی هم در اونجا میشوم. تمام. میدونم بسیار مهم است اما آمده نمیتوانم. حاضر 1 دقیقه. چی شد؟ سردارم ماشینی را که کلاس دزدیده است تو حال ناپدید است. ای آدم را باید امشب پیدا کنید. تا وای آدم را پیدا نکنید دیگه اون کس به خانه‌اش نمیرود. مرا فهمیدید؟ فهمو. روید مرا خبردار کردید. اطاعت. الو زنک جان، کلاس رو جستجو دارم. خوب میلش البته میگویم. از کلاس خبری شد؟ نمیدونم. از ماشین دیده پلیس بسیار است. جناب галстуки сурхро ба бар мекунед? نه عزیزم. либосҳои кӯҳнаатон ро дар борхалта гирам ҷаноб? نه لباسهایم رو نمیگیرم. برای شما بخشیدم عزیزم. ҷаноб пули либосҳоро надодед? میدونم. чӣ гуфт? медонам гуфт. чиро медонистааст?
میدونم آدم تو این درجه بیشرم شده است. بس است اکنون فقط کلاس بازاد روزی ظهر رفتن دیر کردیم. جستجوی این مرد رو بس کن. چه میگویی هله؟ کار من جنایتکار رو دستگیر کردن است. در استانبول تنها همین مرد جنایتکار است. تو فقط همان کس رو دستگیر میکنی. او رو به دیگر کس گذار، از پس دیگر کس شو. میشود. این دفعه البته دستگیرش میکنم. این رو میبینی. اکاجان تمام گلها رو چسبوندم. تمام شد؟ حالا تمام نشده است. در قفای ماشین هم گل گذار. اکا این ماشین خودش گل است، چرا گلی بسیار میچسبونی؟ اوه خدای ما. ای بسیار گپ نزن. مشتری هر چی گفت همون را اجرا کن. من هر روز ماشین را آرا نمیدهم کو. در یک سال یک مرتبه. چیزی که خواهم در کجایش که خواهم میگذارم. البته برادر. من شامپول باید پرداخت کنم. نرخش 5000 لیره است. لیکن برای شما 3500 لیره دیت میشود. 3500 لیره؟ بله برادر. حاضر؟ توبه. پولم رو فراموش کردم. حجت های ماشین رو دارم. در دست شما استد پول آورده این میگیرم. حجت ها ماشینتان رو برده محکم میکنن. آها. درست میگویی. قریب بود که این رو فراموش کنم. به حجت ماشین رو رانده نمی شود. شما ما را از یک شکنجه خلاص کرده. با بدعه چطور میفهمونن؟ اونها این رو نمیفهمن. اگر دیر کنن توی دیر می شود. حیات نوجوان ها رو نباید سوخت. اگر باور میکنی تو در حقیقت آدم نیک بوده ای. قریب بود که حجت ها رو فراموش کرده رفته بودم. برادرم دست درد رو ندیدن. اکنون رفتیم. تشکر برادر. برادر چه کنیم؟ این خودم کی بود؟ نمیدونم کسی بود بابمان کرد. اونال از تو التماس میکنم. این شب اویدی کلاس سخن نگو. شنیدن نمیخواهم. زاد روزی ظهر رو برباد ندهیم میلش. بله. اینجا من عیبدار میباشم که ما را یک چند بار راندن باز رفته ایستاده. یگون کس تو رو نرانده است. تنها به گپای بابایم اعتبار نده. کمتر وزنین شوی چیکار میکند؟ حاله من چقدر که وزنین شوم هم یگان چیز دیگر نمیشود. باز کاری میکردش رو میکند. حالا میبینی. اما اگر امشب هم مرا براند قسم میخورم که اونجا بار دیگر نمیروم. میفهمی؟ بار دیگر نمیروم. دیگر این طور نمیشود. اگر میشد زهرا ما رو دعوت نمیکرد. لیکن بابا نمیشود گفتم. وای پلیسی ناآدم به این خانه نخواهد قدم گذاشت. لیکن بابا من آنها رو دعوت کردم. چی؟ دعوت کردی؟ به اجازت من چی خیل دعوت کردی؟ اپام رو در شب نشینی زد روزم دعوت نکنم؟ من اپات رو دعوت نکن گفتم؟ اگر تنها اپام رو دعوت کنم میدونید که اپام زیق می شود. تو میدونی که با وی آدم خاندار شدم مرا چقدر زیق کرد. آخر بابا جان همش شده گذشت. شده گذشت میگویی؟ یک چیز را بدان دخترم، از وی آدم به من فایده نیست. در حق مردی که عمرش 6 ماه مانده است تو چی گفته ایستاده ای؟ 5 ماه و 23 روز، عمومی 673 روز. تو روزهای بابایم را حساب میکنی؟ جانم تو همیشه روزهای به شمار بابایم مانده است نمیگویی؟ چخیل تو این طور گپ میزنی نمیفهمم. وای مرد به ما هم مادر و هم پدر بود. همه چیزی ما همان است. جان از شماردنم قهر کردی، لیکن خدا چنان گم میزنی که گویا او میمرده باشه. مالش شد تمام بس کن. بابا جان التماس مرا نرنجانید. التماس بابا جان. مایلش لیکن وی آدم 24 ساعت با تو دعای خیر باید کند. اگر نمی بودی او هرگز به این خانه قدم گذاشتن نمیتوانست. قدم گذاشتن نمیتوانست. بابای جانم دیلو جانم. زهرا آرزوی آخرینی مرا اجرا کن. من در قبرم راحت میکنم. بابا جان مهمان ها آمده ایستاده. من رفته پیش بازگرم. اینجا بشین.
زود موضوع رو عوض نکن. مرا گوش کن. وقتی که از این مسئله گویم زود موضوع رو دیگر میکنی. بابا جان من مهمان رو بشین. بگذار مهمانان انتظار شوند. اما من انتظار شدن نمیتونم. پیش از مردن میخوام ببینم که تو با کی عائله دار شده ای. آرمانی ماندن نمیخواهم دخترم. آخر بابا جان من یگان کس را دوست نمیدارم. امروز نیست، پگاه نیست، تا کی تنها میگردی؟ عمرم به جای رسیده است دخترم. زهرا، یا میخوای که من بمیرم و تو بدخانه دار شوی؟ بابا جان خدا نگاه دارد. اگر اینطور باشد مردنم را که نخواهی، آرزوی آخرین مرا اجرا کن. بابا دیگر اعتراض نکن. خانه دار شو. حالا شوکت ای برادر کجا گم شدی؟ برادر جان متاسفانه من آمده نمیتوانم. میگن که وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. نخود برادر در همین روز تو مرا فریب کنی. ای بچه آمدم کمان. چه ترسیدی؟ نه ترسیدم. در کجایی؟ نترسیده رد معلوم. تلفن رو خاموش کن، من آمده استادم. زهرا کجا گشتی؟ همه تو رو انتظار است. برای چی تبت خیره می باشد؟ چه بابات رو راضی کردن نتوانستی؟ نه راضی کردم. هر دویشان هم می آید. این خیل باشد چه مشکلی داری؟ بابایم میخواهند که از مردنشان پیش من عائله دار شوم. هیچ گپ نبوده است گفت. من فکر کردم که باز یکم گپی نو شده است. یعنی این دفعه قرارشان قطعی است. چنان قطعی بود که برای اول این طور میبینم. حیرانم چی کار کنم. حالا این رو فکر نکن. در بیرون تو رو انتظار می باشم. از این برمیاد که آقای اکرم تا نبیره دیگرش را عائله دار نکند با آن طرف سفر کردنی نیست. خوش آمده. خوش باشید. زادروزت مبارک. زهرا جان خوش آمده جانم. از سحر این جانب قراری چی پوشیدنم را دادن نتوانستم. چرخ بیزن کنی؟ بسیار زیبا شده ای. این شب تمام شود و خلاص شوم. اگر بابایم نمی بود یک دقیقه هم در اینجا نمی ایستادم. برای چی؟ خب کن. چقدر تای آمده است. به نزدیک می روم. چقدر تای را تو دعوت کردی؟ من دعوت نکردم، او خود رو دعوت کرده است. چی خیل؟ با من گفت که من هم به زادروزی زهرا روم. من به اون گفتم نتوانستم. سیلین میدونی که به من معقول نیست. برای چی دعوت کردی؟ چی کار کنم؟ وای هم کارمان است. باید نمیگفتم. بله مرا در حیرت گذاشتی. چقدر تای؟ یلیس تو هم در همین جایی. خوش آمدی. میلیس جان با اجازت تو رفته زادروز دو را تبریک می نمایم. زهرا برای دعوت کردن به شب نشینی زادروزت تشکر. آقای چقدر آباد باشید. اپام باید زم آمدن. شما صحبتتان رو ادامه دادن گرید. من آنها رو پیشواز میگیرم. خب
اگر یک دقیقه دیگه دیر میکردی تلخکف میشدیم با خودو. دوستم من در این روز خورسندی از سرت رو نمیخواهم پس برادر جون تبریک میکنم. تبریک. اکنون مرخصه. خوش آمدی. کنی با تو یک نگاه کنم. با تو چی شد؟ غمگین می نمایی؟ یگون مشکلی نداری؟ نه همه خوب است. تنها کمک مونده شدم به همین خاطر. تنها مونده شدی؟ البته. بابایم رو راضی کرده توانستی؟ راضی کردم خاطر نشم. خیلی خوب. یک دقیقه. زهرا کی را راضی کرده ایستاده است؟ اگر یگان مشکلی باشد بهترش من از حاضر میروم. نه جون یگان مشکلی نیست. اگر تو یگان کمبودی نکنی همش خوب میشود. یزن خوش آمدید. خوش باشی. یزن برای چی زیغ می نماید؟ از سحر باز در گفتگوی کلاس می باشد. این دفعه او را دستگیر می نمایم. دیگر از دست من گریخته نمیتواند. شما فقط درباره همین گپ میزنید. نفهمیدم کلاس رو دستگیر کرده چی کار میکنید؟ جانم این کلاسی تو میدونستگی نیست. انسان است. انسان؟ انسانی ما میدونستگی نیست. دوست میباشد. دوست خانه و در ندارد، خیشتبار ندارد. قریب که دستگیر میکردیم لیکن زاد روزی تو بود. جانم تو امشب مگر وعده نداده بودی که اویدی کلاس دیگر گپ نمیزنی؟ اوه زهرا جان تو خودت شاهدی. آیا موضوع کلاس رو من کشادم یا او کشاد؟ هیچ کس نکشاده است. من کشادم. مرحمت. خیریت که تولد شده ای. زاد روزت مبارک باد. بابا جان تشکر. تو به من از همه هدیه کلانت را آماده ساز. کلاس اولو هم دریافت نشده است. مادر انگشتری های زهرا رو دیده؟ عمرت دراز بود دخترم. زاد روزت مبارک. برای جلب کردن دقت چقدر این طور رفتار کرده ایستاده است. عجینه. تشکر به شما. البته که هوا بلندی میکند. نگاه کن چشمی آقای اکرم بغیر از او دیگر کس را نمیبیند. من نمرده خانه دار شو گفته است. در گرد و اطراف نور پاشیده ایستاده ای. زاد روزت مبارک باشد. تشکر به شما. این یک، این دو و این سه. برادرم اینش از من به تو هدیه. همیشه شاد و خرم باشی. خوشبخت باشید. تشکر برادر جان. بابا جان به یزدم خوش آمدید نمیگویید مگر؟ گوش کن. از خانه نراندم بس نیست؟ بابا جان اونم رو مجبوری به این بزم آوردم وگرنه خودش نمی آمد. تو برای چه خورسند می نمایی؟ تنجی است؟ یا برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا جان سیمایت رو خوش کن. علی نمیبینی که آدم دروغش رو در روی محکم کرده است. اینجا آمدنی من از اول خطاب. خنده کن. برادر من نمیدونم تو رو چطور روزی کنم. سفسطه نخوان شوکت. تمام خرج‌های این مهمانخانه پرداخت کرده شده است. کیف و صفای یارتان باد. رو گرد رو.
من از تو میندارم برادر. خدا در پناهش تو را نگه دارد. خوشبختی ها را آزمودن در کن. خوش باشید. تشکر. خوش باشید. بیا راه گرد. اوی آهسته. خیر. وضعیت چگونه است؟ حالا امو را پیدا نکردیم. فهمیدم. کلاس در کدام شکافی در اومده باشی؟ زورا جان با تو چی شد؟ برای چی تو اینقدر غمگین مینمایی؟ یگان واقعه رخ داد. اپا جان بابایم خواست که پیش از مردنش خواهشش را اجرا کنم. نمیدونم چی کار کنم. میدونی او باید زخم نشود. از یک طرف فکر کنم بسیار خوب شده است وگرنه تو نیت خانه‌دار شدن رو نداری. اپا اقلا تو همین طور رفتار کن. شوخی کرده ایستادم. تو زخم نشو. من رفته با او گپ میزنم. اپا ایست تو گپ نزن. میدونی که ازم با او مشکل دارد. تو کی هستی؟ تو در خانه من چیکار میکنی؟ خدا که به خونه شما بودنش رو نمیدونستم. این خانه من است. البته اینجا خونه شما من نمیدونستم. سفسطگوی را بس کن. تو را با اینجا کی روان کرده است؟ که یگون کس من را روان نکرده است. داماد رو گیر. تو برای کدام آدم کار کرده ایستادی؟ من برای یگون کس کار نمیکنم. حتی برای خودم نیز کار نمیکنم. تو با من هزل و شوخی کرده ایستاده ای ها؟ استغفرالله. اکا من با این حالم چطور هزل کنم؟ سلاح نشان گرفته من چطور هزل کنم؟ همین سلاحتان رو از دستتان بگیرم و به طرف شما دارم. شما هم هزل کرده نمیتوانید. داماد را گیر. من هزل و شوخی شاهانه میکنم. اما تو میگویی که من هزل کرده نمیتوانم؟ میدونم هزل میکنید لیکن حلاوت برده نمیتوانید. من نفهمیدم که تو چخیل انسانی ها به خانه من در آمدی باز خلطم را پوشیده ای. صدا را بکش حیوان. فهمو اگر مشکلی در خلط باشد مرحمت حاضر. تو چی کار کرده ایستاده؟ نکش حیوان. ایسا خارتگر. تو دوستی بفکرم. کنی گبزن تو دوست هستی یا نه؟ من دوست نیستم اکا لیکن خونه هاتم در آمده یک چند روز ایستادم. برای اینکه این خانه خالی بود بسیار هم نایستادم. امروز دیروز باز روز دیگر سحری. اکا جان بیا اینطور نکن. اکا جان اگر خواهید زود میرم.
در آنجا رسم رو تو آویختی؟ ها؟ چی؟ این رسم رو تو آویختی؟ اکا من آویختم. در جای نغز نبود. برای همین اینجا آویختم. اینجا میخ داشت. اگر میخ نمی بود در دیگر جا هم می آویختم. این بیناموس با من خیانت کرد. مرا با دیگر کسی بس کرد. هم بر این آدم مگر این لایق است؟ اکا جان من تو لایق چونین خیانت نیستی. اگر یک قدم نزدیک شوی تو را میپرانم. تو حالا چی گفتی؟ این را بفهم که من خودم را کشتنی بودم. چی ایستاده ای پراد؟ من از زندگی دلگیر شدم پراد. اکا نکن این کار را، مرا گناهکار میکنم. اکا ایست نکن این کار را. اکا چی باز نکن این کار را. اکا اکا چیکار کردی؟ از اینجا رفتن در کن زودتر. تو چی اندازه دیوانه بودی؟ من نفهمیدم. الله زود یاری تجلیلی روان کنه. حادثه ناخوش رو داد. سراغه رو نویسید. زخمدار رو به بیمارخانه روان کردیم. حرکت کنه. اکا کاغذ سفید داره؟ ما این هست تو. تشکر. این کارت کلاس هست. زودتر از پسی بای. چیه؟ در کجا؟ زود می آیم. از دست نرود. جانم چی شد؟ کلاس را یافتن. من باید حتما روم. حتما. سفسطه نخون با خود بیا. حله التماس. زهرا عذر میخواهم. من باید روم. این برای من بسیار مهم است. زهرا جان مرا ببخش. این دفعه انیق کلاس را دستگیر می نمایم. نه ایستو. این اشتر کجا رفته ایستاده است؟ گرد اطراف را محکم کنید. بسیار شدن. حله؟ برای چی اون السروسی ما رفت؟ نمیدونم ینگا جون. شاید یگون کار داشت. من میگفتم تو باشی باور نمیکردی. حالا باشد دیدی؟ بابا جان یزدان پلیس است. آدمی دولت. شاید یگان کاری ضرورش بر اومده باشد. کاری از همه ضرور. از او جدا شدن هلی می باشد. از این کاری ضرورتر نیست. بابا جان من شما رو نفهمیده ایستادم. میخواهید اپم جدا شود لیکن شوهر کردنی من رو میخواهید. به فکر شما در اینجا ضدیتی نیست؟ تا با آدم قانوندان عائله برپا کردن با آدمی که از قانون گریزان از خانه دار شوی بهتر است. گاز را پخش کن. تیز را. تیز. زود حرکت کنید. او را پیشگیر کنید. زود باش میگریزد.
اطراف را محکم کنید. کالتاکیلاس تو رو احاطه کردند. با خوبی تسلیم شو. به یگون نامعقولی از ماشین فرار. حرکت کنید. رفتن. کلاس حیوان کلاس کالتاکیلاس پهن شوید. جستجو نماید. زود دستگیرش کنید. ای خدا ای وای همم سوخترم خدا تشکیری دادم سوخترم کودکم در بالام ای خدا کودکم رو خلاص کنی کودکم میسوزد کودکم در بالام میبرم چی شد؟ خودمونو تشکیری کودکم در بالام خلاص کنی کودکم چندو باشه؟ ماشانه سیم کودکم در اونجا مان کودکم رو خلاص کنی التجا میکنم ای خدا اما سوخترم خدا این چه روز بود که بسری بابا ای خدا چیکار میکنه تو با کجا رفت آخر با کجا رفت چیکار میکنه ای خدا خدا جان چه روز بود که بسرم بابا کودکم در بالا کودکم رو خلاص کنی التجا میکنم خلاص کنید آخر دایسته چیز تو داری گم میکنید خلاص کنید آخر چیکار میکنم با کجا برم چیکار میکنم کودکم رو خلاص کنید التجا میکنم ای خدا این چه روز بود که بسرمون آمده آتش لنگه گریفت هممون سوخت کودکم ای بای خدا کودکم رو نجاده ای خدا چیکار میکنم حاضر میافتم ای خدا چیکار کردم ای خدا ای پروردگار این چه روز بود که بسرمون آمد نه ماشین ها هم اومدن حاضر خلاص میکنم نترس بیا کالتاکیلاس زود دستگیر کنید. زود باشد.
البته در این میز یک داماد لازم است. به شما ایشی هایتون. با اجازت شما من باید روم، کمک کار دارم. دخترم به من چای ده. من و آدم رو نکشتم. هنگام احتیاج ماشین رو امانت گرفتم. وقتی دوست امانت میگوید مرا به حیرت میآورد. سردار، اگر اعتبار داده باشد من با خانه های در آمدم یگان ضرر نرساندم. این دفعه در حقیقت درست میگوید. حتی در یکی از خانه ها نوشته است که از جمعه کران آب میچکد. آب را از کران کران محکم کردم. به خانه ضرر نمیرساند اما به صاحب خانه ضرر میرساند. تشبث به جنایت. و آدم رو من نپراندم، ادوکت گرفتم. حالا میبینید بیگناه بودنم رو نشان میدیم. لیکن حجت این طرح نمیگوید. بعدی از یتیم خانه فرار کردن تنها یک کار را کردی که این جنایت است. زوری، دزدی، تجاوز به خانه، طلب و تاراج. قسمی دراز حیاتت را در اینجا میگذرانی و ما در این حیاتت یاری میرسانیم. همین طور نیست مدیر؟ البته. اینجا محبس نیست. مدیر کجا است؟ کجا است؟ بیمارخانه روحی. کجایش خندوار است؟ این عینک دکترتون. او را به حجرش برید. سردارم، من چه گناه کردم؟ چه گناه دارم؟ میدونی چی؟ اول برای تو حرمت و احترام را آموزانه. محبس را مدیری داره میکند یا سردار؟ نفهمیدم. کم نزد؟ یک خاموش را کرد. کلید افزود. مدیر دیده مدیر. رحمت چی طور کلیدها را گرفت؟ مدیر با دقت باشید. راگر اطاعت. مدیر با دقت باشید. با دقت باشید. این کلاس به دیگر جنایتکارها تماما مانند نیست. تماما. خاطر نشوید. خودش در حجره می باشد. کنیدارو، این خانه نوی تو. بله، مرا گوش کنه رفیقان. این کس کالتکلوس مشهور است. اصلا میخواستم که کالتکلوس رو 5 سال پیش به شما شناس کنم، اما او رو باید از اون مشقت از سوراخی برآوردیم. احتیاط کنید که به اون سوراخی تا ندرآید. خدا صبر دهد. تشکر. چند بار پرسیدنی بودم اما فراموش کردم. برای چی نومی تو کلاس است؟ ببین مثلا نومی انایم برادر عزیز جان میباشد، اما او رو کبوتر میگوییم، چون که کبوتر رو دوست میدارد. با کبوتر خواب میکند، با کبوتر میخیزد. حاجت خانه نیز با کبوترش میرود. باز تو در کیسه‌ات کلاس پلاس نداشته باشی؟ اگر از کیسه‌ات کلاس پیدا کنم او را پاره کرده میخورم. نترس، در کیسه هم کلاس نیست. تو چی کار میکنی؟ در دشواری ها دم میپرتویی ها؟ نگاه کن، مرا نگاه کن. برای گریختن
کوشش نکن که همش بیفایده است. این محبس از محبس گوانتانامو هم وزبین تر است. ای بچه ها، مهمان اومده است. کنی همه کسا رو پیشواز میگیره. راحت کن کاتی کلا. Geçiyor ömrümü de gün dolmuyor. Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu habisane beni arayan, bu zindanda öyle can gardiyan. آقای حکیم، بابایم رو ندیدید که به کجا رفته باشند؟ سحر به کجایی رفتم؟ خدای من، به کجا رفته باشند؟ پرسیدم جواب ندادن. اما بابایم از سحر اینجا نیم نآمده است. تلفنش جواب نمیدید. تلفنش رو در خانه گذاشته رفته است. به شما یگون چیز گفت؟ وقتی از خانه برآمدنم پدرم نبود. آقای حکیم، پدرم سحر بر وقت رفتم. بله. به بیمارخانه زنگ زده بودم، رفیقانش رو زنگ زدم جواب نمیتین. از سحر به کجا می رود؟ خواطر نشوید، او کودک نیست، برمیگردد. زهرا، تو به کجا؟ ینگه حاضر من برمیگردم. تو رو یاد کردم جوره. دستانت را جمع کن. برادر با تو چی شد؟ دست خالی آمدی. اینجا محبس می باشد. سمبوسه بیاری نمی شود. برادر سمبوسه چی است؟ تو تحپوشت را آوردم. در کجا است؟ نان، کلچه، چکه، قیماق، تماکو. برادر تماکو در آوردن ممکن نبوده است. این چهارچشمه نمی رفته باشد از اینجا. در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه، چخیل چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ برادر زیغ نشو. خدا خواهد به نزدیکی عوف میشود. تو با چیکار مشغولی؟ ینگه چه حال داره؟ دفع کن او رو. پولهایم رو دزدیده گریخت. نه. شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگوید. من از کجا میدانم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما رو به مهمان خانه بردم. جانم، شهر رو ببین چه زیبا شده است. نگفت، هیچ چیز نگفت. جانم، چون این نمود باشین دار میشویم؟ بر وقت میگفتم. من نو فهمیدم که او شوهر پولدار میخواسته است. همین رو بر وقت نگفتی؟ چه خیلی بر وقت میگفتم. آن روز تو در آسمان بودی. با خدا دعا میکنم که اون مرد نمیرد. اگر بمیرد من تمام میشم. پروا نکن. آن مرد کمتر بیهوش شده بوده است. امروز به هوش آمده است. آرام شوید. آقای کانون، آرام شوید. التماس. چه واقع شده است؟ که جسارت کرده مرا پران؟ کنی گمزه؟ اکا وای دشمنی ما نیست. یک دوست است که به خونه شما در آمده بود. من وای بیناموس را میکشم. و این کاری کرده از جواب میدهد. من خلاص میشم. خلاص میشوی، لیکن تو رو پراندی. دیوانه برای چی شخصی ناشناس رو بپرانم؟
برعکس برای خودکشی کردنش مانع شدم. باور نمیکنم از یاری تجلی تو تستر اومدی. تو در خانه او چیکار میکردی؟ یا اینکه به تو زنگ زد که تستر بیا من خودم رو میکشم؟ خیر شد، بیا این موضوع رو محکم میسازیم. این موضوع رو محکم نمیکنیم برادر، محکم نمیکنیم. چه خیلی که ماشین رو دزدیدی، همون خیلی به خانه شخص بیگانه در اومدی. من همه اش رو فهمیدم. با تو چی شده است برادر؟ برای چی به من دروغ میگویی؟ دست رو ده، راستش رو بگو. برای چی به من دروغ میگویی؟ تو برای چی به من دروغ میگویی؟ شوکت، تو امروز به من چنان خبر خوش رو گفته که بار دیگر زنده شدم. تو برادرم. احوال خوب است؟ خاطر نشوید، کمتر خاطرش را گم کرده است. و چه خیلی که میدانید دست چپش فلج شده است. اگر خواهید میتوانید به خانه ببرید. کاتاکیلاس خوب هستی؟ پرواز کرده صدایی ها؟ حاجت به فرش تازه کنی نموند. مردی از هوش رفته به خود آمده است. اگر حقیقت را گوید از اینجا خلاص میشوم. خیر، از سبب جنایت های خردک کمتر میستم و میبرایم. شخصی رو که از من خلاص کردی یگان چی نمیگوید؟ باز خطاگی نکند؟ چه خیلی خطاگی؟ ممکن است که گپ زدن نمیخواد. نمیدونم. در یاد ندارم چقدر. یگان چیز به یادم نیست. زیخ نشوید. خودتون سیاد شدید، برای من مهمش همین است. کارهایش خیلی است. یگان مشکلی نداری؟ نه، یگان مشکلی نیست. یک دو گپ داشتم، بدتر گپ میزنم. حالا باشد شما استراحت کنید. شما پدر جانی من میباشید. برای حقیقت را گفتن مجبور میکنند. باید حقیقت را گوید، برای آن که من او را از مرگ خلاص کردم. اگر وای حقیقت را گوید من در اینجا یک دقیقه هم نمیستم. این طور باشد بسیار کاری خوب کرده ای و از اینجا میبرایی. نصیب، خیر، خوش باش، من کار دارم. ای کبوتر شدم و پرواز کردم یار. کبوتر؟ چی حال داری کبوتر؟ امانتتان را همچون گوهرکی چشمم نگاه بین کردم. برای بیگانه حس نکردنشان آیله برپا نکردم. حالی مرا گوش نکرد. با پلیس خانه‌دار شده دانشگاه را تمام کرده نتوانست. گویا که یکدیگر را دوست می‌دارند. وای بچه احمق است. دختری ما باشد بی عقل است. حیات همین بوده است. زهرا او را تنها گذاشتن مرا غمگین می‌سازد. بابا جان، برای چی اینجا اومدید و خبر ندادید؟ خواطر شدید. اگر میگفتید یک جا می اومدید. پدر و مادرم برابر از می رفته، آنها را زیارت می اومدم. این دفعه خواستم تنها بیایم. برای چی؟ ندانم. از تو شکایت کردن خواستم. به پدر و مادرم تو را خانه‌دار نکرده، به پیش آنها رفتن نخواستنم را نقل کردم دخترم. کیست در اینجا؟ در اینجا چی گپ باشد؟ چیلو چیلو چیلو
کلاس این برای تو فرصت است. اگر کبوتر را خلاص کنی 1 هفته تو را از کارهای محبس آزاد میکنم و کشف پهلو زده خواب میکنی. اگر نتوانی با تو جزای حجره داده میشود. میتوانی کلاس؟ میتوانید. میتوانم. بسیار خوب. کنی مهارتت رو نشان ده؟ برادر شما مثل کلاس نه، کلاس مثل شما.